پرزیدنت سابق الجزایر عبدالعزیز بوتفلیقه که سال 2019 پس از اعتراضهای عمومی برکنار کرده شد، روز یکشنبه در یک مراسم دولتی دفن کرده شد. بوتفلیقه روز جمعه 17 سپتامبر 2021 در سن 84 درگذشت. باید یادآور شد که بوتفلیقه به مقام پرزیدنتی بار اول سال 1999 انتخاب شده بود و بعداً 3 بار دیگر در انتخابات پرزیدنتی دست بالا شد. ولی بعد از آنکه سال 2019 عزم خود را برای شرکت در انتخابات نوبتی اظهار داشت، مردم به کوچه ها ریختند و این باعث شد که او به استعفا رود. اگرچه در الجزایر او را همچون پایه‌گذار آشتی ملی که پس از جنگ شهروندی در سالهای 90 صلح را برقرار کرده بود میشناختند، ولی بسیاری از الجزایرها او را در تنزل اقتصادی در سالهای آخرین قدرت عیبدار میکنند، زیرا او مدت 4 راهبری خود را بالای عرابه کرسی پس سر نمود، چون بر اثر سکته مغز سر از حرکت باز مانده بود. علاوه بر این در عهد او فساد گسترده باعث غارت $10 میلیارد از دولت شده بود. بعد از سر قدرت دور شدن او، چندین نفرها از جمله نزدیکان او به جوابگری جنایتی کشیده شدند و برای مدت‌های گوناگون پس پنجره روان گردیدند. از جمله برادر او سعید بوتفلیقه که از نزدیکان بی‌واسطه عبدالعزیز بوتفلیقه در سالهای حاکمیتش بود، به مدت 15 سال از آزادی محروم کرده شد. بیننده گرامی، شما می توانید نظر خود را زیر نوار شرح دهید.